بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم به نام اللهی که بی اندازه مهربان، الرحیمی که رحم کننده است. الف لام میم، الله لا اله الا هو الحی القیوم. سوره آل عمران شروع میشه. این سوره به نام آل عمران یاد میکنه، اولادی عمران، چون که بحث از اولادی عمران میشه. اولادی عمران مورد امتحان یک تعداد از طایفه ها گشته. یهود قطعش سخت دشمنی داره، اما نصارا وارد مرتبه الوهیت و خدایی رسانده. این موضوع خیلی مهم است و درس بزرگ است برای مسلمانان که دین مسلمانان دین وسط است، افراط و تفرید دیش وجود نداره. آل عمران کدام طایفه است؟ آل عمران مردمان نیک ولیکن بندگان الله متعال است. نه اینطور است که نعوذ بالله زناکار و بدکار باشه، و نه اینطور است که نعوذ بالله بچه های و دخترای کی باشه؟ الله. دو طایفه در مورد آل عمران در خطا رفتن. یهود وار زناکار معرفی کردن، نعوذ بالله. مریم گفت که زانی است. عیسی علیه السلام در صدد شدن که در دار بالا کنه، به زعم خود در دار بالا کردن. لیکن طایفه دیگه امی طایفه را یا ابن الله میگه عیسی علیه السلام، و مریم چی میگه؟ دختری الله. یا است که سومی الله، یا میگه که عین الله. هر دو طایفه شکار افراط و تفرید شد. رای وسط و درمیانه که حقیقت و واقعیت از او را گذاشتن، پندارها و خیالهای خود نعوذ بالله بری خود دین و نظریه جور کردن. از او خاطر این موضوع در این صورت به طریق مفصل بیان میشه او خیلی مهم موضوع است. چرا؟ به خاطری که طایفه های خیلی بزرگ که مشتمل به بسیار دانشمندا و ملا و علما بود، با بسیار مشتمل به زاهدا و تارکین دنیا بود، اما حقیقت دین خدا گم کردن، پیدا نکردن. درس عظیم به امت پیغمبر است. ملای ما ملای یهود نگرده که پشت مادیات دنیا بگرده و دیگه کل تربیه و تعلیم بگذاره، خلاص همیشه مد نظرش مادیات دنیا باشه، دیگه رفع مسئولیت نکنه. و پیرای ما به مثل پیرای نصارا نگرده که خانقاه را محکم بگیره، اوراد خود ساخته را از خود بسازه، چادر در سر مرید خود پرت کنه، اینجا خو کو دیگه او گفته برو. از بیرون خبر نشو که عفت یک دختری مسلمان چیستا گریختانده میشه، از بین میره، یا حیثیت و آبروی مسلمان از بین میره، دین پایمال میشه، یا مردم مورد ستم و ظلم قرار میگیره. خانقاه را پیش ببر، بعد از قطعی دیگه کس رو کار نداشته باش. قرآن الله تبارک و تعالی درس میده امتی پیغمبر که امتی پیغمبر شما نه علمایتان مثل یهود شوه و نه پیرایتان مثل نصارا شوه. شما رای وسط درمیانه را در پیش بگیره. ملا هم و پیر صاحب هم و دیگه مردم هم امی قسم در رای وسط روان باشه. و رای وسط کدام است؟ در حق پیغمبر خود بنده الله و رسول الله بدانه. در مورد هر کس، در مورد تمام شعبات زندگی خود رای وسط در پیش بگیره، هم در عقیده، هم در عمل، هم در سیاست، هم در فرهنگ و هم در چی معاملات، در کلش رای وسط. چرا دین وسط است. این صورت از این خاطر به نام آل عمران یاد میکنه. عمران پدر مریم است. البته این عمران نیست که پدر موسی علیه السلام بود. چرا؟ در بین موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام 600 سال تیر شده. پدر مریم علیه السلام در قرآن کریم اخت هارون هم گفته. خب مراد از هارون اونجا بسیار تاویلات است. یا چیست؟ هارون برادری از مادر قطی، یعنی برادر اخیافی مریم بوده، از مادرش برادرش بوده، هارون نام داشته. یا است که شخصی که در اونجا خیلی نیکوکار بود و مثال زده میشد به صلاحیت و نیکوکاریش، از او خاطر مریم میگه که تو اخت هارون بودی، یعنی در صلاحیت و در نیکی و در خوبیت اینطور شخصیتی بودی مثل که همشیری هارون که بسیار آدم صالح است او باشی. او را هارون میگه. این عمران پدر موسی نیست، این عمران پدر کیست؟ مریم است. آلی در اینجا سوره آل عمران 89 سوره است در نزول خود که بعد از سوره انفال و قبل سوره احزاب نازل شده. سوره مدنی است. در سوره مدنی بحث از احکام خیلی زیاد میشه، اگرچه عقیدم در ضمن بیان میشه، لیکن احکام و امور سیاسی و تنظیمی مسلمان ها خیلی زیاد میشه. از او خاطر دو واقعه بزرگ بدر و احد هم در این صورت موضوعاتش بیان میشه.
امور تنظیمی جهاد که در اونجا آداب جهاد است و تنظیم جهاد توسط چی میشه؟ در این صورت ذکر میشه. چرا؟ به خاطر که صورت مدنی است. ارتباط این صورت قط ما قبل، در ما قبل سوره بقره تیر شد، در این سوره آل عمران. در سوره بقره الله حالات یهود بیان کرده بود، در اینجا حالات نصارا را بیان میکنه. الله تبارک و تعالی اسلام، دین ناب و دین سالم از سه گروه، از نظریات و از افکار سه گروه میدانه: یهود، نصارا و مشرکین زمان جاهلیت. دین اسلام از هر سه براءت اعلان میکنه. نه خرافات یهود دو گنجایش داره، نه خرافات نصارا، و نه رسومات جاهلی مشرکین مکه یا مشرکای عامی هر جایی که باشه. اسلام دین علیحده و جداست. در سوره بقره رد بالای تمام خباست های یهود و حالات یهود بود، در اینجا سری خباست های نصارا رد است. بعد از او با سوره نساء در اونجا رد بالای خباست های زمان جاهلیت است. از او خاطر الله اسلام یک دین علیحده معرفی میکنه برای ما. یا ارتباطش قط ما قبل است که در ما قبل الله تبارک و تعالی بیان دلایل توحید خیلی زیاد کرد. در اینجا الله شبهه که در مورد توحید وارد میشه او را رد میکنه. یک شبهه ای بود که یک وفد یا جرگه نجران آمده بود در پیش پیغمبر علیه السلام، بعضی سوالات از سر پیغمبر علیه السلام کرده بود. از او خاطر در اینجا رد بر شبهه هایی که سر توحید وارد میشه رد بالای از اوست. این ارتباط در بین اینمی دو سوره است. در این صورت در اول اقامت دلیل است بالای نصارا که عیسی علیه السلام بچه الله نیست بلکه بنده و رسول الله است. بعد از او شبهه هایی که وارد میشه در این مورد الله او را رد میکنه. بعد از او رد بر یهود میکنه که کدام، بعد از او رد بر نصارا. هر دو طایفه در این صورت خیلی مورد رد قرار میگیره. بعد از او مقاصد بزرگی که در اسلام مثل جهاد است، انفاق فی سبیل الله است که یا متممات 4 موضوع بزرگ قرآن کریم که توحید و رسالت، صداقت القرآن و احوال آخرت است. این دو موضوع دیگه انفاق فی سبیل الله و جهاد متمم است. این بحث میشه ان شاء الله. آیت با آیت مسائل برای ما و شما میآید، اما موضوع خود به خود در اونجا ثابت میشه. ضرورت به این نیست که پیش ما او گپا را بگوییم. این صورت که از اول شروع میشه به الله لا اله الا هو الحی القیوم. چیزی بالا 80 نفر یک وفد یا چیستا قافله و کاروانی که یا کمیسیونی که از نصارای نجران در یمن زندگی میکردن و آمدن. تقریبا 14 نفری از مردمان خیلی کلان فامیده از یا بود. یک نفری که خیلی فامیده به نام عاقب بودی سرپرستشان است. او آمده پیش پیغمبر علیه السلام. زمانی در مسجد نبوی داخل شد که پیغمبر علیه السلام نماز خوانده بودند، یا داخل شدن به رسم خود نماز و عبادت میکردند. صحابه مانع میشد، خب پیغمبر علیه السلام گفت برش غرض نگیره. بعد از او پیش پیغمبر علیه السلام حاضر شده بعضی سوالات مطرح کرد. البته یک سوال شینمی بود که عیسی علیه السلام چرا شما میگی که بنده الله است؟ اونجا خدا قرآن خودتان اونجا کلمته و روح منه است، کلمه الله و روح از جانب الله است. پیغمبر علیه السلام جواب برشان داد. جواب ای طور داد که صفات الله را که در این آیاتا میآید ای را برش پیش میکرد که آیا این صفت در عیسی علیه السلام هست و خود اقرار میکرد که نیست. گفت چطور الله شده میتونه؟ الله شده نمیتونه. اگر تو این استدلال از کتاب ما میکنی، کتاب ما مشتمل به 2 قسم آیات است، یکی محکمات است یکی متشابهات است. همیشه متشابهات رد میشه طرف محکمات. محکمات امو آیات را میگه که معناش بالکل واضح است، احتمال تاویل چیستا توجیهات زیاد نداره، ولی متشابه اوست که توجیهات زیاد احتمال داره. از او خاطر ما همیشه متشابه را بعد مطابق محکم تفسیر کنیم، خلاف از او تفسیر نکنیم. صحیح است که تورونجا کلمته یا روح منه از جمله آیات متشابهات است، لیکن اونجا عیسی علیه السلام خودش میگه انا عبدالله بگه آتانی الکتاب، من خود بنده الله هستم، برای من کتاب داده شده. خود صراحتا میگه دیگه چطور شده میتونه که او بگه که من اعوذ بالله بچه الله هستم. اینجا در اول سر صورت دلایل ذکر میشه، صفات الله ذکر میشه که او صفات در مخلوق قطعا پیدا شده نمیتونه، نه در عیسی علیه السلام
و نه در شخص دیگره. از او خاطر هیچ کسی هم بچه الله یا شریک الله شدن نمیتونه. الف لام میم، الله خوب عالم است سری اصل مقصدش. چرا؟ معنای مرادی که اراده کرد الله خوب میدانه. یا از جمله متشابهات است. متشابهات دو قسم است. یکی متشابهاتی است که از سر معنایش معلوم نیست، حروف مقطعات از همون جمله است که از سر معنایش هم معلوم نیست. یکی متشابهاتی است که معنای لفظیش معلوم است، اما کدام معنا را الله اراده کرده او چی است نامعلوم است. چرا؟ حالی استوای الله بالای عرش تخت میگه استوا برابر شدن، هر دو معنا معلوم دار است، اما کیفیت برای ما چیست؟ نامعلوم است. از او خاطر ایرا دو قسم متشابه پیدا شد. الف لام حروف مقطعات در اول سوره ها گفتیم بهترین چیز معنا امیسته که اشاره به معجز بودن کی میکنه؟ قرآن کریم میکنه و تمام انسان ها را در خطاب قرار میده که کلمات شما از همین حروف ساخته شده، ولی چه تفاوتی داره که با مثل کوچکترین سوره قرآن کریم کسی یک نابغه و دانشمند بزرگ نتوانسته که با مثل کوچکترین سوره قرآن سوره را جور کنه، حالان که حروف که قرآن از پیش مرکب شده و حروفی که شما تلفظ میکنی کلش چی است؟ یکی است. از همون خاطر آلی خو علما به حساب ریاضی، به حساب ساینس، با مختلف حسابا ارتباطی حروف با امرای صورت پیدا کرده. کدام حروفی که در سر صورت می باشه، اما حروف در خود صورت نسبت به دیگه حروفی که در می صورت آمده چی می باشه؟ زیاد. الف در این صورت خیلی زیاد است، لام زیاد است، میم زیاد است نسبت به حرفای دیگه. این قدرت الله تبارک و تعالی است. الله لا اله، الله ذاتی است که نیست لایق پرستش و بندگی الا هو، بغیر از الله تبارک و تعالی. الحی القیوم، الحی که زنده دائمی است، زنده به ذات خود است، هیچ نوع فنا سرش نمیه، بل خلاف زندگی ما که از ناحیه الله است و موقت است، دائمی نیست و این صفت ذاتی ما نیست بلکه دادگی الله است. القیوم که قائم است، یعنی مراقبت میکنه تمام امور. قیوم ذاتی را میگه که همه چیزا را پیدا میکنه، بعد از او تربیت میده، بعد از او در درجه انتها میرسانه، یعنی کل انتظامات او میکنه، او را به نام قیوم یاد میکنه. پیش هم گفته بودیم که اسم اعظم الله دمی آیتا چیست؟ بگه مستتر است. اسم اعظم هم اسم میگه که اگر این را بگوی هر چیزی را طلب بکنی الله چی میکنه؟ میده. از او خاطر آیت الکرسی و اینمی اول آیت الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم، اینی قدر یاد داشته باش و این را بخوان، بعد از او سوال بکو هر چیزی که سوال میکنی. نزل علیک الکتاب بالحق، فرو فرستاد الله تبارک و تعالی بالای تو کتاب بالحق که مشتمل به دلایل واقعی است یا مشتمل به حق است، به دین حق است. مصدقا لما بین یدیه که تصدیق کننده است یا تایید کننده است لما برای کتابا بین یدیه که پیش ازی تیر شده، یا مصدقا موافق است لما بین یدیه امرای او مضامینی که پیش ازی در کتابای دیگه تیر شده، او مضامین اصولی و این مضامین با هم بالکل موافق است. و انزل التوراة والانجیل، فرو فرستاد تورات و انجیل. پس مردم چرا بعید میدانه؟ مثل که تورات و انجیل فرو فرستاده، قرآن کریم هم فرو فرستاده. البته فرق است، قرآن به تدریج آمده کم کم مطابق حادثه‌ای که پیش میشد. چرا؟ یکی که تفسیرش به مردم معلوم شوه، دوم است که تثبیت قلب پیغمبر علیه السلام بیاید، سوم است که یکی از جمله اعجاز قرآن کریم هم است که در ظرف 23 سال آمده، لیکن در بینشان هیچ نوع تعارض نیست. اگر ما و شما 23 سال سخن بگوییم، 23 نه یک ماه که ما سخن بگوییم چندین مرتبه ترجمه بکنم، حتما تفاوت در بین ترجمه ما چیست؟ رونما میشه، پیدا میشه. لیکن 23 سال پیغمبر اینمی کلام بیان میکنه، در بین تناقض پیدا نمیشه. دیگه فایده به تدریج آمدن است که سرش عمل خوب میشه. انبویی احکام یک دفعه سرت نیست، یک حکم آمده او را عملی میکنی، این خوب در قلب تو راسخ میشه. لیکن تورات و انجیل به شکل یک دفعه آمده. من قبل و پیش ازی روان کردم تورات و انجیل، پیش از روان کردن قرآن کریم چی را روان کردی؟ تورات و انجیل من قبل و پیش از قرآن کریم هدى للناس که برنامه هدایت بود برای کلی بشریت،
برای کلی و کسانی که وا خود انسان می نامه. این برنامه هدایت است قرآن کریم. از امو خاطر این قرآن کریم قابل قدر و احترام است، به خاطری که حادیث راهنمایی میکنه. و انزل الفرقان، فرو فرستاد الله فرقان قرآن کریمه. چرا برش فرقان میگه؟ فرقان میگه چیزی که جدا کننده باشه در بین حق و باطل، در بین دو چیز جدایی آورده میتونه. قرآن کریم محق یا چی است؟ قرآن کریم امر اینطور کتابی است که توسط از حق و باطل با هم چی میتانی؟ شناخته میتانی. از او خاطری را فرقان میگه. توحید و شرک سر شناخته میتانی، آیات محکمات و متشابهاتش شناخته میتانی، یا اشتباهاتی که مردم میکنه یا شبهاتی که مردم داره در مورد دین، ایره قرآن جواب دیست، تفکیک میاره در بینشان. ان الذين كفروا، یقینا کسانی که انکار کردن از نظام حق به آیات الله، انکار کردن با آیاتای الله. امو آیاتای الله که دلالت بالای وحدانیت الله داره یا بالای احکام الله داره، لهم عذاب شدید، برایشان عذاب سخت است. والله عزیز ذو انتقام، الله عزیز است یعنی غالب است، بدل گرفته میتونه، هر اراده را که بکنه نافذ کرده میتونه. ذو انتقام، صاحب انتقام است، یعنی میتونه که انتقام بگیره. در اینجا الله تبارک و تعالی قبل از اینکه یک نوع تعریض بود بالای نصارا که شما انکار کردی با آیاتهای الله، مراد از آیاتهای الله که دلیل بالای توحید است، شما محض یک شبهه گیر آمده. عیسی علیه السلام که معجزه خود ظاهر میکرد، از او خاطر شما فکر میکردی که متصرف و قادر کیست؟ عیسی علیه السلام است. البته زنده کردن این پرنده را کی میکنه؟ عیسی علیه السلام، حالان که او به اذن کی بود؟ الله. او اشتباهات برای نصارا پیدا شده بود، از خاطر عیسی علیه السلام مظهر قدرت کی میدانستن؟ الله. میگه الله قدرت خدا به عیسی علیه السلام داده، این نازدانی از اوسته، ابن الله. به این خاطر میگفت. با تاسف امی شبه عالی به مردم مسلمانی ما در حقیقی پیدا شده. اولیاء کرام وقتی که در دستی ولی یک امر خلاف عادت صادر شود، فکر میکنه که نمی ولی دیگه متصرفی کامل است، حالی دیگه اولادم داده میتونه، بگوی دیگه حاجتم پورا کده میتونه، مشکل عمل کدم میتونه، بس دیگه بازور نازدانه میگه میگه الله یار نازدانه قرار داده. الله خود قانونش است که ما را نبخشه، خوی نازدانه است. الله را مجبور میسازه که خلاف قانونی خود چی کنه؟ فیصله کنه. الله مجبور شده میتونه؟ قطعا شدن نمیتونه. این را باید بدانیم. خود تعریض بالای از او عظمی خاطر است که کسایی که انکار میکنه از توحید الله، لهم عذاب شدید، برای از او عذاب سخت است. او اگر کسی میگه که چه قسم انتقام بگیر از ما، والله عزیز الله زبردست ذات است، هر اراده را که بکنه در سر رسانده میتونه. ذو انتقام، صاحب انتقام است، میگیره انتقام. ان الله لا یخفى علیه شیء. حالی مناظره شروع شده است. پیغمبر علیه السلام قطعی وفد نجران میگه عیسی علیه السلام در کتاب شما کلمه الله است، روح الله است. پیغمبر برش میگه از تو سوال دارم که آیه سری تمام چیزا علم کی داره؟ کدام ذات داره؟ از الله یک چیزی پوشیده باقی مانده میتونه؟ هو الذی، الله خذات چی؟ ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی، لا یخفا، پنهان نیست، علیه بالای الله شیء چیزی، فی الارض در زمین، ولا فی السماء در آسمان هم پنهان نیست. آیا همی صفت در عیسی علیه السلام دیده میشه که از عیسی علیه السلام یک چیزی پنهان نباشه، نه در زمین نه در آسمان؟ وفد نجران قرار شد دیگه، اما کلان که عاقبش بود باز دیگه گپ زده نمیتونست. چرا؟ اگر بگوید که عیسی علیه السلام برش معلوم است، برش چی است؟ معلوم است، باز خو عیسی علیه السلام در معاصره قرار گرفته، باید میفهمید که من در معاصره قرار میگیرم چیست؟ باید وقت خدا نجات میداد. او خود شما نصارا عقیده داره که او را یهودیا دار چی کرده؟ بالا کرده، بعد از او زنده شده. در کجا رفته؟ در آسمان. نصارا هم عقیده داره که در دار بالا شده، یهود هم عقیده داره، نصارا عقیده داره که در دار بالا شد، بعد از او زنده شده. الله در کجا بالا کرد شد؟ در آسمان. اینا آلی پیغمبر علیه السلام ایره دلیل مقنعه میگه که شور خورده نمیتونه. ان الله خو ذاتی است، لا یخفا که پوشیده پنهان نمیمانه، علیه بالای از او شیء هیچ چیزی، فی الارض در زمین، همه چیز برش نمایان است. دشمن، دوست، چی اراده، چی تصمیم داره، چی میکنه، کلش برش نمایان است یا نیست؟ هست نمایان. خو عیسی علیه السلام است
ولا فی السماء، در آسمان هم از پیشش هیچ چیزی پنهان نیست. عیسی علیه السلام این صفت داره؟ نه. چطور خیر الله شده میتونه؟ صمون بکمون. بعد از میگه هو الذی، عجیب است، شما خو میگی مریم الله است یا عیسی علیه السلام الله است. عیسی علیه السلام در شکم مریم مراحل جنین بودن خدا طی کرده یا نکرده؟ ها؟ از مریم پیدا شده یا نشده؟ یا گفتن بله، گفت بیا دیگه. هو الذی، الله خو ذاتی است، یصورکم که شما را صورت میده، شکل میده، فی الارحام، در رحمای مادر، کیف یشاء، بمون قسمی که الله بخواه. که شما را سالم پیدا میکنه، ناقص پیدا میکنه، رنگ صورتی تان بدرنگ یا خبرنگ، گندمی یا سیاه یا کدام قسم، ببینه چی صورت هاست. اینطور صورت ها که از آدم علیه السلام تا آلی را حتما تفاوت در بین دو انسان چیست موجود است. در یک چیز نه در یک چیزش تفاوت وجود داره، بلکه اونا تحقیقات جدید ثابت کرد که 62 انسان با هم قطعا موافقت نداره. این کلش دلیل بالای قدرت بزرگ الله است. لا اله الا هو العزیز الحکیم. خو عیسی علیه السلام هم صورت داده. آیا کدام شخصی که صورت داده شده باشه، مراحل جنین بودن طی کرده باشه، الله شده میتونه؟ او خو محتاج بود در شکل و صورتی خود به کی؟ دیگه چطور بوده شما الله میدانه؟ سمون بکمون دیگه گپ خلاص بود. امروز شما به می دوستای مسلمانیتان که دعوای اسلام داره برش بگو. تو کی حاجت طلب میکنی از سخی صاحب، آیا سخی صاحب از حال تو خبر داره یا نه؟ دمو موقعی که مشکل برات پیش شده رسیده میتونه یا نه؟ بگو برام. تو کی مریضه در این جا آورده ایم، هم پیش که واقعه را براتان گفتیم که آیا از این سوال میکنه یا نه، که کدام جای درد میکنه، چه قدر روز شده، این سوال میتونه؟ معاینه داره که بمانه؟ ها؟ لابراتوار داره که آلی عکس و تصویر و هم چیست خونوی تا معاینه کنه؟ داره؟ نسخه داره؟ خیر دیگه چطور شفا داده میتونه؟ مرا گفت میگه همونطور شفا داده میتونه. همونطور خو کاری الله است. باز خیر الله جور کردی، شرقی کده و جوان در پیشانی خود زد، گفت الله تو را خیر بده. من خود تالی را می عقیده را داشتم. من گفتم تالی را داشتی خود پشت قرآن نمیگردی. پیر صاحب برات میگه که قرآن نخوان، ملا صاحب میگه قرآن نخوان، همیشه دینمی عقیده شرک باقی بمان، در عقیده شرک برو دیگه. باز دیگه نه حجت به دردت بخوره، نه زکات، نه نماز، نه روزه، هیچ کدام. شرک همونطور گناست. نکنه او مردم، نکنه، قناعت برشان بده. باز چی میگه؟ ما خو نامدیم که مستقل از او طلب کنیم. چی میکنیم؟ واسطه میکنیم. الله خیلی مهربان است یا واسطه؟ از تو سوال دارم. الله میگه در دربار ما ادعونی استجب لکم، از ما طلب کنی که اجابت کنم. دیگه کس های از الله کده دیگه کس هم رحمان است؟ خب واسطه طلب میکنی؟ بله. الله برد واسطه را گفته. چی را گفته؟ عمل صالحت، ایمانت، عاجزیت، اسماء و صفاتی کی؟ ایمانت پخته کو، عمل صالح را انجام بده، عاجزیت ظاهر کو، دستکی تا بالا کو، اللهم ربنا بگو. باز دیگه حدیث برد میگه پیغمبر علیه السلام که الله حیا میکنه که دستی بنده خدا پس چی روان کنه؟ خالی روان کنه. خود تو الله را نشناخته تالی را که الله کدام ذات است. یصورکم فی الارحام، صورت میبنده شما را در رحم. سه تاریکی در اونجا وجود می داشته باشه. اگر مراحل جنینه که روز در روز، ساعت در ساعت دو تغییر میاد، آلی عکس برداری، فیلم برداری هم میشه، فیلم برداری میشه. یک مراحل جنینه که تو مشاهده بکنی که روز به روز تغییرات در او جنین آمده رایسته. یک انسان اسرار آمیز الله او اونجا صورت میده که امروز بیرون برآمده، تا حالی را تحقیقات سری وجود انسان شروع است. خود دکترات تکمیل کرده تحقیقات؟ کلا. اگر یک عضله را وظیفهشه یک چیزیش معلوم میکنه، دیگه چیز از پیشون چی میمونه؟ غایب باقی میمانه. تا حالی علم انسان سری خود انسان تکمیل. همینطور انسانی که یک دم راز است، ایره کی ساخته، در کجا ساخته، در تاریکی ساخته، در کدام جای ساخته، چه قسم شکل داده، آیا سری سجده به این طور ذات مانده شوه، یعنی که به مخلوق عاجز؟
به قبر مردم میره طواف میکنه او روی خدا میماله. ما در کامپیوتر دارم براتون نشان میدم خو که مردم در قبر حسین از کجا دور دستمالا را اینجا در گردن بسته کده به چارغوک میره، به شکل انسان نمیره، به شکل چی میرن؟ حیوان و چارپای میره. باز اونجا که میرسه که میماله که چیغ میزنه که یا حسین یا حسین میگه، میطور میکنه. این کدام دین است؟ عبادت است یا عبادت نیست؟ عبادت است. سجده را به این چی میکنه؟ به این قبر میکنه. قبر چی میتونه؟ حسین را در چندین سال تیر شده، استخوانش ریزه شده، نه صدای تو را میشنوه نه با تو کمک کده میتونه. اگر سند و دلیل داری بیار. مرتبه پیغمبر علیه السلام زیاد است یا مرتبه حسین رضی الله عنه؟ مرتبه علی رضی الله عنه خیلی زیاد است یا مرتبه حسین؟ ولی چطور شده میتونه که پیغمبر در مدینه حالات ناگوار و سخت المناک نواسای خدا ببینه و علی از اولاد خدا ببینه، خواهمی قدر نتانه که دشمن چی کنه؟ دفع کنه. چطور شده میتونه؟ لی عقل کدام طرف رفته؟ قرآن هم همیطور میگه قابل پرستش و بندگی الله است. از او خاطر بعد از او چی میگه؟ لا اله نیست قابل پرستش و بندگی، لا اله نیست قابل حاجت خواهی، قابل مشکل کشایی، لا اله نیست حاکم تشریع که یک چیز حلال و حرام بکنه، لا اله نیست ذاتی که فرمانش بیچون و چرا پذیرفته شوه، الا هو بغیر از کی؟ امیطور الله که تصویری انسان در رحم مادر چی کرده؟ انجام داده. همونطور ذات قابل پرستش است. العزیزو که نافذ است اراده از الله، اراده الله را کسی گرفته نمیتونه. الله میتونه کلی مردم وادار به یک دین بسازه، هیچ کس مخالف نباشه. لیکن الحکیم حکیم است. چرا این دنیا را برای امتحان پیدا کرده، به هر کس اختیار داده کدام را پیش میبره. الله را پرستش میکنه یا قبر را، الله را پرستش میکنه یا پیرا را، الله را پرستش میکنه یا ملاها را، الله را پرستش میکنه یا چنارا را، الله را پرستش میکنه یا سنگارا. الله حکیم ذات است. تو را گذاشته، ولی تو که الله حقیقی تا نشناسی، لیاقت بندگی را تو نشناسی، تو کدام بنده؟ کدام طرف روان است؟ هو الذی الله ذاتی است انزل علیک الکتاب، بله شبهه که براتان پیدا شده از آیت متشابه است. آیت متشابه را رد کو با آیت محکم که معنایش خیلی واضح است. آیت متشابه تو را گیج نکنه که ولا اینجا اینطور آمده، این معنا را احتمال داره، این معنا را احتمالش بگذار، برو دا آیتی که بالکل معنایش واضح است. هو الذی الله ذاتی است انزل علیک الکتاب که روان کرده بالای تو قرآن کتاب، منها بعضی از این کتاب آیات محکمات، آیاتی است که محکم است، هن ام الکتاب که نمی آیاتا اساس قرآن قرار داده میشه، و اخر متشابهات دیگه آیاتایش متشابه است. در محکمات و متشابهات بسیار معانی است، ما بسیار بحثش نمی کنیم، بحثای علمی را فقط دو معنا را می کنیم. آیات محکمات است در قرآن کریم، هن محکمات معنا دو معنا را در اینجا می کنیم. بعضی از قرآن کریم آیات محکمات است، معنای مراد از این خیلی واضح است، هیچ نوع احتمال تاویل نمیپذیره، بلکه هر مقصدش بالکل واضح است. هن ام الکتاب، نمی آیاتا که محکمات است یا اساسی قرآن قرار داده میشه، متشابهات رد میشه برگردانیده میشه طرفی آیاتا که معنایش خیلی واضح است. و اخر متشابهات و دیگه آیاتا متشابه است، یعنی معنای مرادش خفی است، آدم گرفتن نمیتونه، از او خاطر تو باید رد بکنی به سوی متشابهات. این نمی معنا اینجا مراد است. دیگه معنا میه بعضی آیات محکمات است که نسخه قبول نداره، بعضی آیات متشابهات است یعنی در فصاحت و بلاغت، در حق گویی یا در ای که مطالب عمده را داره، مضامین خیلی والا را داره. آیات های قرآن یکی با دیگه متشابه می باشه، خوب معناها اینجا مراد نیست. قرآن برای ما تقسیم کرده آیات های قرآن خودش الله تبارک و تعالی، یکی محکمات یکی متشابهات. محکمات و آیات است که معنای مرادش مکمل واضح است. قل هو الله احد،
الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. حالا اگر تو میگی که اونجا خود گفته که و روح منه، عیسی روح از کیست؟ روح که از الله شوه خود مشابه کی میشه؟ اونجا قرآن میگه که چیسته؟ ولم یکن له لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. سیسته فلا تضربوا لله الامثال. قرآن خون طور میگه او معنا آیتای محکمه داریم، بس دیگه تو علی دیگه طرف باید نروی، از این آیتای متشابه دلیل بری خود نگیری. دو قسم آیات در قرآن موجود شد، یکی محکم یکی متشابه. محکم امو آیت میگه که معنای مرادش واضح است، متشابه او را میگه که معنای مرادش واضح نیست، احتمال ارق جهت داره. از امو خاطر الله تبارک و تعالی چرا دو قسم آیات را قرار داده؟ بندگان خود امتحان میکنه. او بندگانی که تسلیم به نظام الله است، آیات محکمات اصل قرار داده، مرجع قرار داده. ام الکتاب به خاطر میگه، مادر ام به خاطر میگه که اولاد در وقت مشکل طرفی مادر چی میکنه؟ پناه میبره میروه. این جمعی آیات متشابهات رد میشه طرف محکمات. معنایش امور رقم معنا بکو که قطعی آیات محکم در تضاد نباشه. خو الله میگیم ید الله مغلول، یهود گفتن دستی الله بسته است. کدام دست؟ دستی مواره؟ نه. چرا اگر مواره بگم لیس کمثلی شیء، اونجا صراحتا میگه که به مثل الله چیزی نیست. خیر ما دستی الله را به مثل دستی الله کده نمیتونم. خیر چی طور کنم اینجا؟ اینطور معنا میکنم که قدیم آیت محکم در تضاد نباشه. میگم دست برای الله ثابت است. چرا؟ قرآن میگه. کی میگه؟ قرآن میگه. خود چی رقم دست؟ موارد است؟ نه. امو رقم که لایق شان کیست؟ ذات الله را ما درک کردن نمیتونیم. ذات الله را ما در وجود خود، سری وجود خود، سری ذات خود علم ما در نهایت رسیده. او ذاتی که کل کائنات فرا گرفته، کرسیش تمام زمین آسمانه، عرشش تمام کرسی را، و الله سری عرش است. علمش احاطه کرده، قدرتش احاطه کرده، نظره و علم ما او را احاطه کرده میتونه؟ نمیتونه. از دو خاطر کیفیت صفات الله را احاطه کرده، ذات الله را احاطه کرده نمیتونیم. خیر چی طور میگیم؟ ید برای الله ثابت است، همون رقم که لایق چیست؟ خو ساق برای الله ثابت است، همون رقم که لایق شان کیست؟ الله. نزول برای الله ثابت است، همون رقم که لایق شان کیست؟ الله. وجه برای الله ثابت است، همون رقم که لایق شان کیست؟ استوا بالای عرش برای الله ثابت است، همون رقم که لایق شان کیست؟ الله تبارک و تعالی است. این محکم آیت ما را وادار کرد که متشابه را طوری ترجمه کو که امرای محکم در تضاد نشود. او علما دو قسم است، اینجا مردم دو قسم است. یکی آیت محکم اصل قرار میده، مطابق آیت محکم متشابه را مانا میکنه، میره پیش. لیکن مردم دیگه که در قلب انحراف و کجی داره، به خاطر تایید مذهب خود، نظریه خود، مفکوره غلط خود، از آیت متشابه چی میکنه؟ بگوی توجیه میکنه، میگه اینجا اینطور آمده، اینجا اینطور آمده، اینی احتمال داره، وام توجیه میکردن. وفد نجران به پیغمبر علیه السلام گفت که قرآن شما گفته و کلمتو، کلمه الله است، و روح منه، روح از جانب کیسته؟ الله است. چرا این متشابه است؟ حالان که روح منه ایمانا، این روحی است که از جانب الله روان کرده شده، روحی است یعنی صاحب روح است از جانب کی؟ چرا دیگران را دیگه مخلوقات خود الله و روح منه نمیگن؟ به خاطری که پیدا شدن عیسی علیه السلام به یک شکل چیسته، خلاف سیستمی پیدا شدن دیگه مردم است. دیگه مردم از پدر و مادر، و این تنها از کی؟ مادر پیدا شده، از او خاطر روح منه میگن. اگر ما کلمه منه میگیم بعضی الله است، باز اونجا آسمان و زمین هم الله در اونجا گفته جمیعا منه، کلی آسمان و زمین از کیست؟ دیگه بعضی الله خوشوده نمیتونه. از دو خاطر محکمات اصل و مرجع برای کتاب است. یک عالم ترجمه میکنه، شما ترجمه شاید گوشم گرفته باشه. یک روز همونطور از رادیو شنیدم، در رادیو بود یا در تلویزیون بود، در چیزی شنیدم، او گفت آیات متشابهات معنای مرادش عالی معلوم نیست. خب پیشرفتی علم و به مرور زمانه این متشابهات آیاتایش چی میشه؟
منکشف میشه، معنای مرادش معلوم میشه. ما گفتم اینجا اشتباه کردی جناب مولوی صاحب، ترجمه قرآن خو میکنه خود دقیق نیست. ترجمه قرآن وقتی بکو که تو دقیق شوی، کتاب الله است. دایی همو طور نخیز از خو که حالی هر چیز که در دان دامت بیان کده برو. فرق است در بین آیات متشابهات و آیات کونی. آیات کونی کی را میگه؟ آیات کونی نشانه های قدرت الله در کائنات. در کائنات تحقیقات پیش میره، دیگه هم بر ما منکشف میشه. آسمان سقف گفته بود، چی گفته بود؟ تحقیق جدید ثابت کرد که اصل مراد از آسمان فضای متراکم است که چقدر کیلومتر ضخامت داره و در اینجا الله چی هسته؟ مواد ناری را پیدا کرده که سنگای سیارات دیگه که میایه کلش اینجا چی میشه؟ خاکستر میشه، ذوب میشه، پایین نمیه. اینمی هوای متراکم حیثیت چی را؟ بام گرفته که حالی سنگا را نمیگذاره که سر ما بیایه. چرا؟ این تحقیق جدید شد. در آیات کونی برای ما چی بود؟ معلوماتی علیده داد یا نداد؟ آسمان و زمین کانتا رتقا ففتقناهما. الله چی میگه؟ یا تنگ بودن، ما ای را چی کردیم؟ فراخ کردیم. امی قسم آسمان ها در اول چی بوده؟ و هی دخان، و مثل چی بوده؟ گاز و دود بوده. ساینس جدید هم ثابت کرد که اصلی مواد زمین و سیارات هم چی بوده؟ گاز بوده. خب تحقیق جدید امی مراحل جنین قرآن بیان میکنه که این نطفه است، علقه است، بعد از او مدغه است، بعد از او چیست ده؟ اینه تحقیقات جدید امی مراحل مکمل نشان میده. فهمید؟ ایره آیات کونی میگه. در آیات کونی پیشرفت میه، جدید علم برای ما حاصل میشه. خب متشابهات در زمان پیغمبر که کدام معنا داشت، در قیامت هم که نزدیک شوه امو معناست، دیگه در او اضافگی پیدا نمیشه. خب مولوی صاحب محترم که ترجمه میکرد در کدام رادیو و تلویزیون، او جناب میگفت که آیات متشابهات به مرور زمان با پیشرفت علم چی میشه؟ معنای مرادش واضح میشه. این دودی خور ترجمه میکنی، چرا اینطور ترجمه میکنی؟ در متشابهات دیگه پا نمیه، متشابهات در حال خود باقی است. دو قسم متشابهات داشتیم، یکی حتی معنایشان معلوم نیست، مثل حروفی کی واره؟ مقطعات واره. دوم معنای اصلی لفظشان معلوم است، اما معنایی که الله اراده کرده او معلوم نیست. چرا؟ کیفیتش ما نمیدانیم. چرا الله آیات محکمات متشابهات روان کرده؟ قرآن علی بر ما میگه فاما الذين في قلوبهم، آیات محکمات متشابهات الله محک است، معیار است برای شناخت علمای حق و باطل، علمای راسخین و زایغین. دو قسم علما داریم، یکی زایغین است، تمام روز طرفی متشابهات میگرده، توجیهات میکنه برای بدعت خود، برای شرک خود، برای خود سند و دلیل غلط پیش میکنه. سند و دلیل غلطه. چرا؟ از متشابه چی میکنه؟ استدلال میکنه. ما براتون یک چند چیز براتون میگم که وا استدلال میکنه که ذهنتون خلاص شوه. قرآن خیلی طور میگه دو قسم علما را تقسیم میکنه. فاما الذين في قلوبهم زیغ، پس هرچی کسانی هستند که در قلبایشان زیغ کجی است، انحراف است، فیتبعون، از پی میشوند ما از او آیتا تشابه که متشابه است، منه از امی کتاب. چرا از پی آیتای متشابه میشه؟ ابتغاء الفتنه، برای طلب فتنه انگیزی، برای از اینکه مردم در شرک واقع کنه، فتنه شرکام میگه، برای از اینکه مردم در درویی قرار بده، تلبیس بیاره بالای مردمای عوام مشتبه بسازه. و ابتغاء تاویله، بخاطر طلبی مطلب پوشیده از او، مطلب پوشیده شه به تایید مذهب خود پیدا کنه، برای تایید مذهب خود بیاره. و ما یعلم تاویله، مطلب درستی از ایره نمیدانه الا الله، بغیر از کی؟ الله. و الراسخون فی العلم، کسی که پخته در علم هستند چی میگن؟ یقولون، میگوین آمنا به، ما ایمان داریم به این می آید، کل من عند ربنا، تمامیش اگر محکم است، اگر متشابه است، از جانب کیست؟ و ما یذکر، نصیحت نمی پذیره الا اولو الالباب، مگر کسانی که صاحبان عقل هستند. اونمو مردما از این طور آیتا نصیحت میگیره که الله چرا این طور آیتا را پیدا کرده، به خاطر که انسان عاجزم بفهمه که من هر قدر بدوم در میدان، هر قدر بدوم، بازم علمم در مقابل علم الله
مثل چیز قطره بگوی یک قطره از یک بحر. انسان درک بکنه که انسان با تمام پیشرفت هایت نمیتونی تمام علوم الله را چی بکنی؟ معلوم کرده بتانی. دو قسم علما شد. یکی زایغین است و پشت آیات های متشابه را دنبالش میگرده و یک توجیه را یک معنا را میکشه که تایید امو مسلک و امو دعوت خدا بکنه سرش. یک قسم علماست و ما کم در علم هستن میگن که کلش از جانب الله است. اصلی مطلبش غیر از الله دیگه کس نمیدونه. اینجا دو نظریه است. یک نظریه است که یک توقف سری الا الله میشه. اگر توقف در سری الا الله شوه معنی میده که مطلب درستی همین متشابهات غیر از الله دیگه کس نمیدونه. دوم توجیه است که نه، اینجا والراسخون فی العلم و ما یعلم تاویله الا الله والراسخون فی العلم. در اینجا وقف میشه. باز اینجا راسخین در علم هم آیات متشابهاتش معنیش بگوی میفهمه. ابن عباس رضی الله عنهما که رئیس المفسرین بود او میگفت ما از جمله کیستم؟ راسخین در علم هستم، یعنی معنیش میفهمم. آلی معنیش نمیسته. از او میگه که معنیش نمیسته که در قرآن ذکر شده که بله الله یک دست خو کیفیتش نمیدانم. ید ثابت میکنم خو کیفیتش نمیدانم. کسایی که زایغ است از علما که و توجیهات برای خود میکنه چی رقم؟ مثال اهل زیغ اینمی نصارای نجران از آیت قرآن کریم از روح منه چی کردن؟ استدلال کردن. گفتن که عیسی جزی کیست؟ الله. که جزی الله شد نعوذ بالله خیر چیسته؟ بچه الله است. کسی که از چیزی جز باشه مشابهش می باشه، که جز باشه بچهش می باشه. تصرف در ملکیت از او میکنه. بچه در ملکیت پدر خود تصرف میکنه یا نه؟ عیسی علیه السلام هم تصرف میکنه. یکی از تصرفاتش است که ما را کلی ما را چی کرده؟ معاف کرده. هر قدر گناه که ما میکنیم الله ما را مؤاخذه نمیکنه. ذمه‌واریش او زده. چی رقم ذمه‌واری؟ خدا دا قربان داده. این قربانی میگه به خاطر گناه ما بوده. پس این دین مردم دعوت به گناه میده یا به اجتناب از گناه؟ به گناه میده. وقتی تو تصور بکنی کل گناه بخشیده شده اینالی میبرایی دیگه سعی نمیکنی، نه سود سعی میکنی، نه زنا را، نه حرام، نه حلال، بس کرده رو استی نعوذ بالله. از این خاطر یکی از دلایل بطلان دین اینه میگه. پس دوم استدلال چی؟ بعضی مردمای جاهل میگه پیغمبر چی بود؟ بگه نور بود. چرا؟ به خاطری که در قرآن آمده قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. قرآن کریم اینجا مراد نیست، چرا که کتاب پشتی سر عزیز ذکر شده. مراد از نور کی است؟ پیغمبری الله است. اون الله میگه که نور براتان آمده و شما قبول نداره. یک مولوی را در CD میبینم که دکتر صاحبه و مولوی صاحبه هم در مجلسش نشسته است و او گریان هم میکنه. اوه مردم، کسایی پیدا شده که پیغمبر نور نمیدانه. پیغمبر نور بود، سایه نداشت. اما دکتر صاحبه و مولوی صاحبه یکیش انتقاد سر ازی نداره که اینجا نور معنی نیست که پیغمبر جسم بشری نداشت. نور معنی صفت نورانیت داره. نور چی را میگه؟ یک شی واضح را که خودم روشن است دیگران هم روشن کرده. اینی گروپ نور گفته میتونیم. خودش روشن است دیگر روشنی هم داده. پیغمبر صداقت نبوتش شخصیتش مکمل روشن بود یا نه؟ خب دیگران روشنی آورد یا نه آورد؟ دعوت داد، دعوت دین صفت نورانیت داشت. خب لیکن بشر بود یا نه؟ جسم داشت یا نه؟ از مادر تولد شده بود یا نه؟ تعجب به این بدبخت است که میره در مدینه در قبرش چیخ میزنه. اونجا نه، اینجا چی میگه؟ زاردی در روزه شما شنه روزه دشنه روزه. شنه روزه را گفته رایسته او خود ملاق داده رایسته. در روزه چیسته؟ نور در روزه می باشه؟ اونجا خود جسم است، کالبد است. عجیب مردم است. یک طرفی دعوا را میکنه، باز دو طرف خلاف از صریح آیات قرآن کریم. خب اینجا صریح آیات قرآن کریم دیگه کدام است؟ محکم. آیت محکم کدام است؟ قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی. خودی پیغمبر میگه یا نمیگه؟ الله نقل میکنه از دهن پیغمبر. بگوی پیغمبر علیه السلام انما انا بشر، من انسان هستم. میخوره پیغمبر خوردن نوشیدن کرده یا نه؟
یا کی باز بشینه که پیغمبر در شکم خود سنگار بسته میکرد. خو نور سنگ است در شکم خود بسته میتونه چیزی که نور باشه. عجیب است، عجیب. مردم عجیب اشتباهات در مردم پیش میکن. باز چی میگه؟ سایه نداشت. خودش سایه نداشت، کالایش خود سایه داشت. او کدام طرف شده بود؟ عجیب گپ میزنه، مردم در اشتباه ورده. تعالی را فعلا در اینمی معاشره مسلمانایتان بسیار مردم سوال کنه اگر عقیده نور بودن پیغمبر نداشت، از بشر بودن اگر منکر نبود، این دستی مرا قطع کنه. همیال فعلا دمی معاشره تان است، فعلا همی عقیده را داره. ملایتان است دمی، او ملا دمی ما حول دمی محدوده است، دمی گردوبر است، گریان خیلی زیاد یاد داره. او میگه که نور است پیغمبر. ایرا میگه استدلال از متشابهات است. خب چی میگه؟ میگه وی یا محمد قبول نداره. چقدر مردم بیادب است دشان پیغمبر بیادبی میکنه. پیغمبر او تو راستی را میگه که جایز نیست. ابراهیم خلیل الله نگفت؟ آواز نداد ابراهیم خلیل الله؟ الله برش گفت که ادعوهن، آواز بده برش. بریمو پرنده های مرده ټوټه شده که در سر کوه مانده بود، الله امر نکرد ابراهیم خلیل الله را که آواز بده. الله میگه ابراهیم خلیل الله را مامور کرده که آواز به اونمو پرنده های پارچه آواز بده، او تو پیغمبر میگی که آواز نده. ما خو میگیم که اونجا معجزه بود. الله ابراهیم خلیل الله را به طریق معجزه نشان میداد که پرنده ها چی میشه، بگه جمع میشه و پرنده میشه و پیش روی پیغمبر ابراهیم خلیل الله میآید. اما اونجا آیت قرآن صریح است، یا ایها الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء چیست؟ دعاء الرسول که دعاء بعضکم بعضا. نگردانی آواز دادن پیغمبر به مثل آواز دادن بعض شما برای بعض دیگران، که شما یکی دیگه تان صدا میکنی او احمد او محمود، با پیغمبری تو صدا نکنی. چی طور بگوی؟ یا رسول الله، یا حبیب الله، یا نبی الله. نه، او در کدام حالت که پیغمبر چی بود؟ زنده بود، روی بروی بود. اگر اونجا یا محمد بگویی نام پدری تگاهی گرفتی آواز داده که فلانی بازوجه اون سخت بیادبی میشه، یا مردم گول میزنه. حتی ما مناظرت داشتن، باز در مردمی طور میگفتن یا محمد قبول نداره. سعی کنه اینجا هم از متشابهات کار میگیره. میفهمه چی میگفت؟ یا محمد قبول نداره. او مردمی طور فکر میکرد که اینی مردم محمد قبول نداره. او منظورشان خو این طور بود که این مردم یا محمد گفتن چی نیسته؟ قبول نداره. ما میگیم که یا محمد گفتن در شان پیغمبر اگر حیات باشه، نزدیک هم باشه، بی ادبی است. چیسته؟ چرا که یا محمد یا اعرابی گفته، یا یهودی گفته، یا منافق، یا الله یا جبرئیل امین. الله و جبرئیل امین خود چیست؟ بگوی مکلف نیستن. اما دیگران امو کسایی گفته که وا قدر و قیمت پیغمبر علیه السلام نمیشناختن، وا گفته. او یا قطعا مناظره سریعی داره. او بعد از وفاتش یا محمد کلمه یا برای حاضر شدن استعمال میشه. چی؟ او فلانی. برای کسی آواز میدی که او بشنوه و مقصدی تم بدانه. پیغمبر میشنوه، مقصد آدم میدانه، در مشکل رسیده میتونه. باز دیگه مولایش گفت که نه، ما به او طریقه نمیگیم، به طریق چی میگیم؟ محبت. به طریق چی میگیم؟ محبت با پیغمبر عبادت است یا غیر عبادت؟ محبت با پیغمبر جز ایمان است، عبادت است. کسی که محبت با پیغمبر نداشته باشه کافر است. چی است بگه؟ کافر است. خب وقتی که محبت پیغمبر عبادت شد، عبادت طریقه داره یا نداره؟ طریقش کی بیان میکنه؟ در کدام جای پیغمبر ما را گفته که مرا صدا کنی برای محبت ما یا محمد؟ او میگه کسی که مرا محبت میکنه سنت مرا زنده کنه. اگر محبت میکنه درود بفرسته بالای کی؟ نگفته که محمد گفته چیخ بزن. عجیب است. اینی را میگه چی؟ استدلال از کی؟ زایغین. از کدام جای استدلال به کدام جای میکنه؟ خب دیگه مبتدعین دست اثبات حیاتی چیست برای انبیاء علیه السلام، اولیاء و شهدا بر از جا میگه وی آیت قرآن نیست. اوی موضوع است که بار بار ما و شما قطعی میشیم روبرو.
قرآن کریم میگه ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء. ها بیچاره همیقدر نمیفهمه که سر آیت قطع آخر آیت یک جای کنه ولا تقولوا لمن یقتل. نگویید حقی کسی که کشته میشه، او بچهش می سر ببینی کشته میشه، او باز یا میگن زنده است، زنده است. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، که یا مردن. اینطور نمیگه کشته شده اونه، باز چطور نمرده؟ یعنی مرده نگوی مسلم، مرده های دیگه واره، عادی مرده ها واره، بل احیان یا زنده است. چی رقم زندگی؟ زندگی دنیا؟ نه. اگر زندگی دنیا می بود مالش چرا ترکه می شد، زنش چرا نکاح می شد؟ آلی باید کارا میکرد، یک دفعه خدا چی میکرد؟ معلوم میکرد. نه، قرآن برد میگه ولکن لا تشعرون، لیکن او زندگی را شما درک کده نمیتونه. اگر در این دنیا زنده می بود خود درک کده میتونستیم یا نمیتونستیم؟ میتونستیم. خود عالم برزخ است او ما در اینجا هستیم، چطور درک کنیم؟ قرآن خودش میگه، آیتا صریح است. شما خبر داری در می کابلتان فعلا یک جماعت است، یک جماعت است نامش نمیگیرم، او خیلی قوی جماعت است، در هر جای دفتر و دیوان هم داره، مردم دعوت هم میده. رهبری خدا میگه که حقیقتا نمرده. چی شده؟ بگوی بردش، دشمنا بردش، روسا بردش، خو حقیقتا نمرده. یک وقت پس چی میشه؟ ظهور میکنه. نه، یک وقت ظهور میکنه. مهدی اینمیست. مهدی کی هسته؟ اینمیست. از این گپا چقدر مردم استفاده ها میکنه. ببینه مهدی نو پیدا میشه یعنی که ظهور میکنه، نو پیدا میشه، از مادر تولد میشه. عقیده اهل سنت والجماعت امیست و در حدیث صحیح امی گپ ذکر شده، کسی که خلاف از این عقیده داره او اهل سنت والجماعت شمرده نمیشه. این نظریات غلطه باید آدم چی نکنه. اهل تشیع مهدی را، امو مهدی را چی داره؟ عقیده داره که در سرداب داخل شده، از مادر تولد شد، باز رفت تاکم باز یک وقت نه. امو تو رست یا نه؟ در سنیا هم یک تعداد عقیده داره، میگه نه و باز مهدی را نمیگه، ابو حنیفه غازی را میگه. محمد ابن حنیفه غازی است. یام بچه کی بوده؟ علی رضی الله عنه. در غار داخل شده برای اسب کردن چی؟ نعل خود. چی؟ نعل کردن اسب خود. اسب نعل کرده رئیس. این قدر غارم غاری ریگی روان است. دلیل از چی میگیره؟ میگه یک دختری کوچی برگکش داخل شده و غار، وقتی که داخلش رفت این دختر گم شد. این کوچا رفتن این دورسندان 3-4 ماه اونجا تیر کردن، دختر گم شد یا فاتحه‌گیری کردن، خیرات کردن. پس آمدن همینجا که کوچه تا کردن، دختر برآمد قطی بره. کجا بودی؟ گفت من خواهم برگک رفت از پیشم، باز اونجا داخلی غار یک بازار بود، از پا نال میشد ترقص. من یک دقیقه شیشتم سیل شکدم، پس برآمدم. سریازی این قدر وقت تیر شده، این قدر واهیات و دروغ از ریگی روان. شیخ صاحب عبدالکریم همونجا در ریگی روان رفته در غار که چی چیز است. محمد ابن حنیفیه غازی مازی گپا که مردم میگه در غار داخل شده غلط است، واهیات است، دروغ است. کسی که میگه که در اولاد پیغمبر علیه السلام کسی در سرداب رفته، اول اهل تشیع یک جواب بگویه. تنها در نام امام مهدی از 100 قول اضافه است، 100 قول اختلاف داره. شما عجیب گپ است. عجیب ترین دروغ تاریخ یک کتاب است یا نه؟ این موضوع را براتون اونجا بحث کرده. بعضی تان داری همی کتاب عجیب ترین دروغی بگوید تاریخ. خب این را میگه وهم پرستی. وهم پرستی نیست. چطور مهدی است؟ چطور محمد ابن حنفی غازی است که مسلمان ها در آتش از دست کفار چی میشه؟ بگوی میسوزه، چی بریان میشه، ولی تعالی را اسبش نال نشده. چندین هزار سال اسبش نال شده باز برای این کار بکنه. این را تاویلات فاسد میگه. یا در عبادات عام مبتدعین دلیل میگیره، سند میگیره. چی میگه؟ وی آلی دعا کاری بد است؟ آلی قرآن خواندن کاری بد است؟ همینطور میگه نمیگه؟
آلی سیرت رسول الله بیان کردن کاری بد است؟ آلی فقیر نان دادن کاری بد است؟ صحیح کنی برای خیرات چی را با نمیگیره؟ شکم یک فقیر آدم سیر کنه کاری بد است؟ تو را در چی میاندازه اشتباه؟ آلی دعا کردن بعد از فرض و سنت، آلی دعا خودش بد است؟ ما خود دعا را بد نگفتیم. ما فقیر گرسنه را سیر کردن بد نگفتیم. ما سیرت بیان کردن بد نگفتیم. ما چی را بد گفتیم؟ خاص کردن یک روز برای یک چی؟ و عبادت و یک شی که الله او را خاص نکرده، پیغمبر خاص نکرده، تو جناب میخیزی انتقاد سری پیغمبر داری که پیغمبر نمیفهمید. ما از دو کده چی میفهمم؟ پیغمبر نمازها را سنت در خانه میبرد، به آیت اجتماعی دعا نمیکرد، ولا پیغمبر نمیفهمید. بسیار یک امر ضروری را ترک کرده. و کدام است؟ مردم کلگی بشینه دعا را به چی بکنه؟ آیت اجتماعی بکنه. تو مخالفی پیغمبر هستی. ای را میگه زایغین که از چی؟ از مشتبهات چی میکنه؟ استدلال میکنه برای تایید چی؟ مسلک خود. نعوذ بالله. قرآن کریم محک یا معیار برای شناخت همچون مردما را قرار داد. امی آیات های قرآن کریم متشابهات و محکمات. تو پشت محکم برو، متشابه را تسلیم شو که بله الله کدام اراده که کرده حق است و ما کیفیتش نمیدانم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. راسخین فی العلم همیشه دعا میکنه خدا که میبینه که در مسلک قوی آمده، سوچم اسلامی را قبول کرده، رای قرآن و حدیث گرفته، در بدعتا، در خرافات، در رسما، در رواجا مبتلا نیسته، باید دعا بکنه. چرا که الله ای را نجات داده؟ ما شما باید بسیار دعا بکنیم. چرا؟ راسخین فی العلم خو میگه که الله ما را توفیق دادی که آلی در متشابهات بگوی مداخله نمی کنیم، بلکه همونطور تسلیم شدیم. این همه قسم ما را نگاه کو تا آخره. ثبات و پایداری را نصیب بکو ربنا پروردگار. لا تزغ قلوبنا، کج نسازی، منحرف نسازی دلهای ما را بعد از هدایتنا، پس از که ما را هدایت کرده به سوی حق، به سوی عقیده توحید. و هب لنا، بخشش کو بر ما من لدنک، از طرف خود. اگرچه ما مستحقش نباشیم، چقدر دعای عجیب است. من لدنک، از جانب خویش اگرچه ما مستحق نیستیم. رحمتا، رحمت خاص خدا. اینجا رحمت چی معنا داره؟ ثبات و پایداری بر راه مستقیم که تا آخری عمر تو روان به او باشی، خاتمیت به نیکی شوه. اینی را میگه رحمت. انک انت الوهاب، یقینا تو الله نه کسی دیگه الوهاب بخشش کننده استی. پس یکی از بخششای رحمتیت است که ما را در راه ما، در دین ما ثابت قدم نگاه بکنی. اهل زیغ کل فرقه های منحرف مشرک و مبتدی را مکمل شامل میشه. حدیث عایشه رضی الله عنها است، پیغمبر علیه الصلاة و السلام میفرماید، میگه هرگاه که دیدی مردمایی که پشت آیاتایی چی متشابه میگشتن، بفهمی که یا اهل زیغ هستن و از اهل زیغ خدا چی بکنه؟ بالکل نگاه بکنه. اون مردما که از آیات مشتبه برای تایید مسلک خود چی میکنه؟ دلیل پیش میکنه. او را میگه از وا حذر کنه و خود دور نگاه کنه. ربنا انک جامع الناس، پروردگار تو جمع کننده کل مخلوقات در میدان حشر استی. مخلوق جمع میشه لیوم لا ریب فیه، فی یوم در روزی که لا ریب شک نیست فیه دا آمدن، دا اثبات او روز که او روز آمدن نیست. مخلوق کلگی در میدان حشر جمع میشه. تو ما را رسوا نسازی. ان الله لا یخلف المیعاد، یقینا الله تبارک و تعالی لا یخلفو، مخالفت نمیکنه میعاد از وعده خود. الله تو وعده کرده که دعا را میپذیری، تو برا قبول میکنی، ما با یقین کامل به تو رجوع میکنیم. دل ما را، قلب ما را منحرف نسازی، ثابت قدم نگاه بکنی. آخر خاتمه ما را که دو میدان حشر است ما را بر رسوایی نکشانی. الله ما را درست در اونجا سالم نگاه کنی. آمین بگوید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. برای دریافت سلسله درس‌های تفسیر قرآن کریم توسط استاد ابو عبیدالله متوکل رحمه الله با شبکه یوتیوبی مولانا متوکل رحمه الله وارد شوید.